مردی 25 ساله ازدواج کرد. بعد از ازدواج همسرش فرزندی به دنیا آورد که نامش را قاسم نهادند. قاسم وقتی 1.5 ساله شد وفات کرد. بعد از آن همسرش فرزندی به دنیا آورد که نامش را عبدالله نهادند. عبدالله نیز در سن 1 سالگی از دنیا درگذشت. بعد از آن همسرش 4 دختر به دنیا آورد. وقتی به سن 50 سالگی رسید همسرش وفات کرد. وقتی به سن 55 سالگی رسید دخترش رقیه وفات کرد. وقتی به سن 60 سالگی رسید دخترش ام کلثوم وفات کرد. وقتی به سن 61 سالگی رسید دخترش زینب وفات کرد. بعد از آن پسر بچه خردسالش ابراهیم وفات کرد. بعد از آن خودش وفات کرد. بعد از وفات این مرد تنها 1 دخترش باقی ماند با نام فاطمه که او هم بعد از 6 ماه وفات کرد. آیا شناختید این مرد کیست؟ حتما جواب خود را در کامنتری نویسید.